کنجکاوی بد نیست، کنجکاوی خوبه. لکن تو با تردید به تردید میرسی، با ایمان به ایمان میرسی، با یقین به یقین میرسی. تو با کنجکاوی فقط به کنجکاوی بیشتر میرسی. تو با قلبت به قلب میرسی، با روحت به روح میرسی، با تاریکی به تاریکی میرسی، با نور به نور میرسی. پس اگر با تردید رفتی به تردید میرسی. درختی که دانه اون تردیده میوه‌اش تردیده. درختی که هستی اون عشقه میوه‌اش عشقه. کنجکاوی بد نیست، فقط میوه‌اش کنجکاوی. هیچ وقت انتظار نداشته باشیم که از کنجکاوی یقین حاصل بشه. یقین با مشاهده حاصل میشه، یقین با یقین حاصل میشه، ایمان به ایمان متولد میشه، عشق از عشق رویش میکنه. موضوع ما اینه. میگیم اونطوری 10 سالم میگذره، بعد هنوز تو اون تردیدی، هنوز تو کنجکاوی هست.